چند وقت اخیر ماشین‌های برقی در کوچه‌های دوشنبه افزایش یافته است. چون این تاکسی‌های استحصال چین و آلمان از چند جهت از ماشین‌های معمولی فرق داشته است. اکی ماشین برقی خوبیش در چیز که خیلی برق تازه بو ندارد. منم کلینتامون میشینن میگن ماشینتون تازه نه آواز ندارد. نقطه تأمینات برق برای ماشین‌های برقی. این گونه نقطه‌ها نه در همه گوشه‌های شهر دسترس است. مثال ما سحر ما بیگانه میریم заправка میکنیم. پولنی заправкаш مقصد پولنی бак حساب کنیم. اگر 40 سم 50 سم میشه зависит از امپر ماشین. ماشین ما مثال 53 امپر 53 سموندا پر میشه. مثال 53 سموندا پر میشه 420 کیلومتر نویستگی است. نه که ما حسابی که مثال 420 کیلومتر کنه میره 350 کیلومتر میگردیم. خیلی خنوکی دا با کمتر میگردیم. حسابی مثال بارون مثال برف زند پیچکا کلوچات میکنیم. قبلا وزارت نقلیات تاجیکستان برنامه خود را برای توسعه نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 اعلام کرده بود که اهمیت ماشین‌های برقی را در این کشور برجسته می‌کند. ماشین‌های برقی با وجود کم خرج بودن، نرخنامه خدمت‌رسانیشان مثل دیگر تاکسی‌های شرکت‌های خدمت‌رسان است. ساکنان می‌خواهند ارزش خدمات این گونه تاکسی‌ها ارزان شود. حاضر نو محسود است. همین نو که وارد میشد نرخش گران میشد. بعد که بسیار که شد با ارزان میشه. بازار همین چند خیلی که بسیار شد هم خود ارزانی میشه. ماشین‌های نوان ریمونت بعضی وای الکترومبیل‌ها با نسبت دیگر ماشین‌ها قیمت میشد سراونا. آغاز حرکت ماشین‌ها با استفاده از برق در حالی است که تاجیکستان در طول 30 سال اخیر نتوانسته از کمبودی بی‌برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده‌ها گفتند برای تأمین ماشین‌هایشان برق زیاده صرف نمی‌شود و در شرایطی که نرخ سوزشوار گران است استفاده از آن بهتر است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 130 ماشین برقی به کشور وارد شده است.